سال نوه که در او تشکیلی نباشد، سال نوه که در او ید شیشه نباشد، سال نوه که در او راست نکنی ید پاندکسونه نزنی، این سال نو کنیشنه نادرست است. در سال نو باید تشکیلی نمایی، ید شیشه باید نکریوت کنی، ید پنجاتینه باید درست کرده زدن گیری. من از این منبر رسول اکرم به این مسخره بازهای صحنه های تئاتر بگویم: آی ناجوان مردها، هرچی شوخی دارد اما دین شوخی ندارد، احکام دین شوخی ندارد. اینو برای شما نه خدا میبخشد، نه پیغمبر میبخشد، نه اسلام میبخشد، نه مسلمان ها میبخشند. من به شما جوانا خطاب میکنم: جوانای با ناموس شوید، جوانای با غیرت شوید. برای خاطر یک تایم فوتبال مخلصاشان استادیان پر از بطولکه میکنن اگر به آدابی از طرف سودیه شود. شما را دین تا که مقدس ترین چیز تان است تحقیر میکنن در صحنه، میخندید و با تماشا میکنید.